دوستای عزیز سلام. امروز میخوام یک راهکاری بهتون بدم در خصوص آبگرمکن‌های دیواری بوتان مدل شمک دائم. آبگرمکن‌های شمک دائم به خاطر وجود روشن بودن همیشه شعله شمک باعث سوراخ شدن مبدل و رسوب گرفتن سریع مبدل میشه. که این اتفاق نیفته ما یک قطعه‌ای به صورت ابرویی از قبل ساختیم و آماده کردیم که میخوایم بر روی شعله شمک قرار بدیم. به این طریق دقیقاً زیر شعله شمک قرار گرفته و بیشترین جرم ها هم از هم دقیقاً همین قسمت اتفاق میفته. این قطعه‌ای که ما ساختیم به صورت ابرویی باعث میشه که شعله شمک ارتباط مستقیم با خود مبدل نداشته باشه. این اقدام اصلاحی که انجام دادم با شرکت بوتان تماس گرفتم و شرکت بوتان از این اقدام اصلاحی استقبال کرد. این پست رو بفرست برای کسایی که آبگرمکن خونه‌شون زود به زود جرم میگیره. خدا نگهدار.